ولنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنتركها. اسباب و عامل هایی که جوانان را به فساد می کشد، به گمراهی می کشد. یکم، وقتهای بیکاری زهر کشنده است که فکر و عقل و نیروی جسمانی را نابود می کند و علاجش این است که جوانان در تلاش کاری باشند. مطالعه، نوشتن، تجارت و هر کاری که مناسب با شخصیت آنها باشد و اوقات بیکاری آنها را پر بکند. دوم، استفاده نکردن از تجربه بزرگان. علاج این مشکلی پر کردن خلا و فرجه ما بین قشر جوان و مردان سالخورده است و همه باور کنند که پیران و جوانان پیکره یک اجتماع هستند. اگر عضوی از آن فاسد شود به همه اعضا سرایت میکند. یعنی پیرمردان از تجربه حیات خود به جوانان پند دهند و جوانان از پند و اندرز آنها استفاده کنند. سوم، ارتباط با گروه منحرفین، یعنی ارتباط و دوستی کردن با آن شخصانی که آنها از راه راست بیراه شده اند. علاجش این است که جوانان افراد را برای دوستی انتخاب کنند که دیندار و صالح و عاقل باشند. یعنی شخصانی را برای دوستی انتخاب کنند که در ذهن آنها فکر حلال و حرام است، نه اون شخصانی که پروای حلال و حرام را ندارند و رفتار آنها هیچ ربطی به اسلام ندارد. چهارم، خواندن کتاب‌ها و مجله‌های فاسد، یعنی آن کتاب و مجله‌هایی که در آن موضوعات ضد اسلامی و بیخدایی نوشته شده است. این گونه کتاب و مجله‌ها جوانان را نسبت به دینشان و عقیدهشان دچار تردید و شک می‌کند و علاج آن این است که از خواندن چنین کتاب‌های پرهیز کنند و به مطالعه کتاب‌های دینی روی آورند. پنجم، بدگمانی به دین اسلام. جوانان امروزه چنین فکر می‌کنند که اسلام مانع آزادی بوده به عقب‌گرایی دعوت می‌دهد و مانع ترقیات و پیشرفت است. این طرز فکر نتیجه ناآگاهی و جهالت نسبت به دین اسلام است. علاجش این است که جوانان حقیقت اسلام را بیاموزند و خوبی‌های آن را بشناسند. یعنی اسلام حقیقی را از کتاب و سنت، یعنی از قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاموزند و از رفتار و کردار آن شخصانی که در شبکه‌های اینترنتی و دیگر وسایل اخبار عامه در عیب‌جویی اسلام و مسلمین هستند متأثر نشوند.